به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی بسیار زیبا برای شما آغاز میکنم. کتاب فرماننامه امام علی امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر با صفحه آرایی و تصحیح بسیار زیبا از استاد محمود فرشیان که انتشارات شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر در تهران این رو منتشر کرده. این کتاب بسیار تصحیح و گرافیک زیبایی داره. امیدوارم که از نزدیک این کتاب رو بگیرید و با دستان خودتون ورق بزنید و این طراحی بسیار زیبا از استاد فرشیان رو ببینید. این کتاب رو من برای عزیزی خریدم که هنوز موفق نشدم به دستش برسونم و این وقت غنیمتی شد که من این کتاب رو برای شما بخونم. با هم کتاب رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمانی است که بنده خدا علی امیرالمؤمنین به مالک پسر حارث نجفی معروف به اشتر عطا می کند و به موجب آن فرمانداری کشور مصر و خزانه خراج آن را بدو می سپارد و نیز اختیارات سپاه اسلام را که در آنجا متمرکزند تحت فرمان او می گذارد. به استناد این فرمان مالک اشتر مأمور است که شؤون اجتماعی و اقتصادی مصریان را تحت نظر مستقیم خویش درآورد و به آبادی و عمران آن مملکت جداً قیام کند. ما در این فرمان بیش از همه چیز پسر حارث را به پرهیزگاری و اطاعت خداوند متعال وصیت می‌کنیم و از او انتظار داریم که در انجام اوامر الهی دقیقه‌ای فروگذار نکند. ما باز خاطر نشان می‌کنیم که سعادت هر دو جهان به رضای خداوند گروگان است، آنچنان که بی خشنودی خدا هیچ طاعت پسندیده و مقبول نخواهد افتاد. فرماندار مصر موظف است که از احکام مقدس اسلام با تمام وسایلی که در دست دارد طرفداری کند و به آن کمک نماید تا در مقابل به یاری و نصرت ایزد متعال امیدوار باشد. فرماندار مصر باید دیو هوس خود را همچون پارسایان پیوسته به زنجیر زهد و عبادت مقصور و محبوس دارد، زیرا عفریت نفس آتشی است خاموش نشدنی و فروزان. اگر دمی انسان را غفلت زده بیند، ناگهان دوزخ‌آسا شعله‌ور گردد و خرمن سعادت و حیات او را خاکستر کند. یوسف مصر در دادگاه عشق با همان دامان پاک و گریبان دریده که بر عصمتش دو گواه صادق بودند چنین گفت: من خود را تبرئه نمی کنم و یکباره بار گناه را بر دوش ظریف زلیخا نمی گذارم، زیرا اهریمن نفس همواره افسون کند و آدمی را به ناشایست وادارد و جز در پناه خداوند مهربان کس از وسوسه او ایمن نتواند بود. ای مالک، هیچ می‌دانی آنجا که اکنون با سیطره و سلطنت تو اداره می شود کجاست؟ آنجا کشور مصر است. آنجا سرزمین فراعنه و بارگاه پادشاهان بزرگ است که فراخنای جهان در جولان کمیت ایشان. میدانی تنگ و نارسا بود. مصر کشوری کهنسال و دیرین است که با روزگار کشتی‌ها گرفته و با تمام گرما و سرمای جهان نبرد کرده است تا امروز همچون تو حکمرانی را بر سینه وسیع و پرطاقت خویش مشاهده می کند.
او در زندگی طولانی خود پادشاهان دادگر دید و همچنان تاجداران بیدادگر. آگاه باش که در تاریخ روزگار نام تو در صفحه بیدادگران به ننگ نگاشته نیاید. آنچنان که تو در کار پیشوای خود نگران بودی، مردم نیز رفتار تو را با دقت بیشتری مراقبت می‌کنند و از کار تو غافل نیستند و آنچه تو درباره وی همی گفتی بشنو که درباره تو نیز بگویند. خداوند را گوشی شنواست که گفتار بندگان خویش را همی شنود و به دادخواهان رسیدگی و توجه همی فرماید. بنده پرهیزگار ناگزیر است سخت حساس و بیدار باشد تا زبان کسان به دشنام و تشنیع وی آلوده نگردد. ای مالک، برای روزگار سختی چه ذخیره‌ای بهتر از نیکوکاری میتوانی گذارد؟ آیا کدام پس‌انداز از عدل و داد برای ملوک و حکمرانها بهادارتر تواند بود؟ پس بر غضب و شهوت خویش مقتدر باش و از آنچه بر تو حلال نیست سخت بپرهیز. دانی که نفس پرهیزگار کدام است؟ آنکه در تمام حوادث زندگی بر هوس خویش پای گذارد و در داوری کاملا بی‌طرف و میانه‌رو باشد. ای مالک، مهربان باش و رعیت را با چشمی پرعاطفه و سینه‌ای لبریز از محبت بنگر. زنهار نکند ای چوپان که در جامه شبانی گرگی خونخوار باشی و در لابلای پنجه‌های لطیف چنگال‌های دلخراش و جانفرسا پنهان داری. الا ای فرمان فرما، فرمانبران تو از دو صف بیرون نیستند، یا مسلمانند که با تو یک کیش و یک دین دارند و یا پیرو مذاهب بیگانه که با تو هم نوع و هم جنسند. ای بشر، آنها هم بشرند. همچنان که تو را در زندگی لغزشی در پیش است، آنها نیز بدون لغزش نخواهند بود. پس باید با آن دیده در آنان بنگری که توقع داری خداوند در تو بنگرد. ای مالک، تو بر مصر حکومت می‌کنی و امیرالمؤمنین بر تو، ولی پروردگار بی همتا بر ما همه، یعنی بر عالم وجود، حاکم مطلق و پادشاه تواناست. او که ما را امام و والی بر بندگان خود قرار می‌دهد آزمایش همی کند تا چگونه این وظیفه خطیر را به پایان می‌رسانیم. تو ای سلحشور، تو ای قوی پنجه ماهر که نبرد می‌کنی با خدای نتوانی جنگید. او توانا و مقتدر است، نه هیچ کس از دست انتقامش تواند گریخت و نه از لطف و مرحمتش بی‌نیاز تواند بود. ای مالک، از لغزش هر لغزشگار که بخشیدی پشیمان مباش و هر که را به عقوبت کشیدی شادی مکن. هرچه میدان را فراخ می‌بینی جولان مده و هرچه از دست توانایت برآید شتاب مکن. هر آن امری که از مافوق میشنوی با امر خدای بسنج. چنانچه خداوند تو را از آن عمل نهی میکند، زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قربان مکن. هرگز مگو که من مأمورم و معذور. هرگز نگو که به من دستور داده‌اند و باید کورکورانه اطاعت کنم. هرگز طمع مدار که تو را کورکورانه اطاعت کنند. هرگز به پشتیبانی مقام خلافت سروری خود را بر دیگران تحمیل مکن. اگر چنین کنی و چنان کنی، آینه قلبت زنگالوده و تاریک می شود
و روح دینداری و تقوای تو پست می‌گردد و از خدای به دور می‌افتی، هرچه با بنده نزدیک باشی. تو اکنون بر تخت فراعنه خواهی نشست و کشور مصر را به زیر فرمان خواهی آورد و سپاه بیکران اسلام را در صحرای وسیع آفریقا سان خواهی دید. نکند که این ابهت و حشمت تو را فراموشی آورد، یعنی فراموش کنی که تو مالکی و پدرت حارس نام داشته است. او بدرود جهان گفته و تو نیز امروز و فردا بدرود جهان خواهی گفت و به کاروان مرموز ارواح متصل خواهی شد. مالکا، هر قدر که خود را فعال و قادر می‌بینی، به یاد دار که خداوند از تو فعالتر و قادرتر است. هرچه مصر را وسیع و با شکوه می‌یابی، چشمی به کشور وسیع‌تر و با شکوه‌تر ایزد متعال بگشا و در همه حال به یاد خدا باش. یاد خدا خاطر را روشن کند و چراغ خرد را برافروزد و اشتعال هوس و غضب را فرو نشاند. کبریا و بزرگی ویژه خداوندگار است. زنهار تو مبادا به مناعت و تکبر در همانندگان خویش که روزی چند رعیت و زیردست تواند بنگری و خود را از پای بندگی فراتر افراشته خیال خدایی در خاطر بپروری. با خبر باش که آفریدگار تواند سرکشان متکبر را زود در هم شکند و گردن فرازان را سخت به گردن دراندازد. مالکا، انصاف و عدل سرلوحه برنامه حکومت است. تو که با خانواده و عشیره خود به مصر می‌روی و ممکن است برخی از مصریان را بیش از دیگران دوست بداری، هرگز در قضاوت و داوری اینگونه تعلقات را مراعات مکن. دادگاه خانه ملت است و قانون حق عموم. در مقابل قرآن خویشاوندی و علاقه خصوصی هرگز موقعیت و احترام نخواهد داشت. اسلام منادی آزادی و مساوات است و عموم مسلمانان باید از این ندای آسمانی برخوردار گردند. ای پسر حارس، اگر چنین نکنی و همگان را با نظر مساوی ننگری، بر بندگان خدای ظلم کرده‌ای و خداوند توانا را به دشمنی خویش برانگیخته‌ای. آری، هر کس ستم کند دشمن خدا خواهد بود. دشمنی با خدا کار آسانی نیست. وای بر آن کس که آفریدگار کائنات بر خصومتش اراده کند، چه زود که دست حق بر زمینش زند و عاقبتش را در دو جهان تباه کند. ای پسر حارس، خدای خود را غافل مپندار که او همیشه در کمین ستمکاران است. فریاد بندگان را به دقت گوش کند و کوچکترین مظلمه را از بزرگترین کسان صرف نظر نفرماید. می‌دانی که محبوب ترین صفتها برای زمامدار در همه حال چیست؟ آنکه همواره در راه زندگی میانه‌رو و متوسط باشد و عدلش مانند ابر رحمت سراسر کشور را در سایه گیرد و با جدیت تمام بکوشد که زیردستانش را راضی و خوشنود سازد. ای مالک، از خشم ملت بترس که نمونه‌ای از خشم خداوند قهار است. همیشه مقربان و نزدیکان خود را فدای مصلحت عموم کن، زیرا ویژگان هرچه از تو برنجند هرگز با رنجش توده قابل مقایسه نیست. چاپلوسان سناگو را از خود بدور دار، زیرا آن ناکسان همیشه طالب نعمت و آسایشند
و در روز سختی چه آسان تو را به چنگ بلا سپرده و خود به گرد دیگری حلقه زنند. ای نیست باد آن یار همدم که هنگام دولت نزدیک باشد و به گاه نکبت دور، آنکه در موقع تنعم و آسایش پهلوی توست و هنگام بلا مزاحم تو، آنکه عدالت و انصاف تو را دوست ندارد و نامت را به مبالغه و گزاف یاد کند، آنکه در برابر نعمت سپاس نگذارد و در میدان پیکار سست و هراسان باشد. چون این کسی هر قدر با تو نزدیک و به دربارت محرم باشد، دشمن جان تو و بلای حکومت توست. زنهار او را از خود بدور کن، چنانکه خدایش از فضیلت انسانیت بدور کرده است. ای مالک، با تمام وسایلی که در اختیار داری و با منتهای نیرویی که در جان توست، به جلب رضایت عموم و خرسندی جامعه بکوش، زیرا که اکثریت نگهبان مملکت و حصار کشور است. همیشه با توده باش، با شادی آنها شاد شو و در اندوهشان شرکت کن. مالکا، از آن زیردست بپرهیز که دیگران را در محضر تو به زشتی یاد کند و در معایب جماعت زبان بگرداند. ای فرماندار، رعایای تو از عیب منزه نیستند، ولی حق توست که همچون پدری غیور و مهربان بر نقایص اولاد خود پرده کشی و به شرمساری آنها رضایت ندهی. هرگز از اسرار محرمانه رعیت آنچه را که مربوط به مصالح کشور نیست دخالت مده و بر کشف راز مردم حریص مباش، زیرا وظیفه تو حفظ قوانین اجتماع و انتظام مسائل معاشرت در میان ملت است. تا آن حدود که آشکار باشد، ای آنکه از خداوند راز پوش طمع داری، پرده از اسرارت فرو نیندازد، پرده از اسرار مردم فرو مینداز. فرماندار همچون رئیس خانواده است که عیوب اعضای خانواده را باید برای خود و نقیصه و عیب بداند. پس آنچنان که نقایص خود را میپوشانی، نقایص دیگران را نیز بپوشان. دستی به سوی دلشکستگان دراز کن و آن غمکده‌های ویران را عمران نما و مرمت کن. در دلهای شکسته که از فروغ امید و شور فرح تهی و خاموش است، جمال ابدیت جلوه می کند. آری، قلب شکسته عرش خداست. پس هر آن کس که آن سراچه ویران را تعمیر کند، کعبه مقدس را آبادان ساخته است. گره از کار رعیت بگشا و اختلافات توده را با احتیاطی هرچه تمامتر که شایسته احترام حق عمومی است فیصل کن. ای مالک، اکنون که پای بر مسند فرمانداری گذاشته ای، خواه و ناخواه باید اغراض شخصی و اهداف خصوصی را ترک گویی. آنچنان که ملت برای توست، تو نیز برای ملت باش. از آن مردم باش تا مردم از آن تو باشند. پناهگاه خدا اگر اندکی در زندگی حکمرانی نظر شخصی و خصوصی تو راه یابد، اینجاست که خداوند قهار دست توانای خود را به نام دفاع از حقوق جامعه بر فرق تو کوبد، آنچنان که دیگر نتوانی سر از جیب مذلت و تیره‌بختی برافرازی. ای مالک، تو حکمرانی
و حکمران همچون پدر است. پس ای پدر، ناگزیری که بسیاری از لغزش‌های فرزندان خود را ندیده انگاری و با چشم آکنده از گذشت با محبت به چهره اولاد خود بنگری. چنین است که در هر شهر چون فرماندار نوین از مرکز حکومت قدم گذارد و زمام امور به دست گیرد، گروهی از اوباش فرصت غنیمت شمارند و از بیگانگی حاکم استفاده کنند، مقاصد شخصی خود را به صورت مصالح اجتماعی جلوه دهند و دشمنان خویش را دشمنان توده معرفی کنند. این پس فطرتان که در گرد حاکم جدید به سعایت و سخنچینی حلقه میزنند، میخواهند که قدرت حکومت را آلت اجرای هدفهای شخصی خود نمایند. در این موقع وظیفه حکمران فعال آن است که فتنه انگیز را از خود دور بدارد و در دعاوی توده با منتهای دقت بازجویی و داوری کند. به هوش باش که سخنچین قیافه حکما و اصلاح طلبان به خود گیرد و در نتیجه مقاصد ناشایست و زیانآور خویش را در گوش تو فرو خواند. هرگز نصیحت این طایفه را به گوش مگیر. الا ای والی مصر، تو را به استفاده از اندیشه خیراندیشان و عناصر صالح وصیت می کنم. تبادل افکار را در صورتی که از مغزهای بزرگ و قلوب پاک تراوش کند در حل امور کشور تأثیری بسزاست، ولی نخست باید سنجید، آنگاه از اسرار مملکت سخن راند. با بخیل مشورت مکن، زیرا او پیوسته دم از گدایی زند و تو را از رادمردی و گشاده دستی باز دارد. ترسو و جوان را در مجلس شورای خویش راه مده که این عنصر ضعیف هم خود می‌ترسد و هم کوشش می‌کند تا پایه تصمیم و اراده اصحاب مشورت را سست و ناچیز کند. با آزمندان همنشین مباش که این جماعت همواره سخن از سود شخصی کنند و تو را به ظلم و ستم در راه کسب مال و ذخیره زر تشویق نمایند. این تیره بختان یعنی بخیل‌ها، یعنی مردم حریص و ضعیف النفس بر عظمت و قدرت خدا اتکا ندارند و از پروردگار خویش همواره بدگمان و آشفته خاطرند. بخل و ترس و حرص سه غریزه مختلفند، اما ممکن است که در یک واژه جمع شوند و آن عدم اعتماد و سوء ظن نسبت به ایزد تواناست. اینان اگر خدای را تا اندازه‌ای که بزرگ و مهربان است به خدایی بشناسد، بخیل نمی‌شوند، چون معتقدند که خداوند مردم را به فراخور لیاقت ایشان روزی دهد و نعمت را از هیچ کس بی مصلحت سلب نفرماید. نمی ترسند، زیرا یقین دارند که اجل محتوم چون فرا رسد هیچ نیرویی نمی تواند از او مانعت کند. حرص نمی زنند، زیرا می دانند روزی بندگان مقسوم است و خداوند بخشنده همواره زنده و پایدار و خزانه آفرینش هرگز پایان پذیر نیست. آنکه آفرید روزی آفریدگان خود را هم تضمین کرده است. ای مالک، هیچ می‌دانی بدترین وزیران در دولت تو از کدام هیئت انتخاب می‌شوند؟ هیچ می‌دانی در وزرای تو کدام کس بدخواه حکومت تو و دشمن جان توست؟ آن وزیر شریر
و آن عنصر پستی که در دربار ستمکار پیش از تو وزارت داشته و مصدر مأمور بوده است. ای مالک، از آن نانجیب سخت برحذر باش. ای مالک، از آن وزیر سخت بترس، از او که با رأی تیره درباری را ویران کرده است و اکنون تیشه برداشته می‌خواهد بنیان حکومت تو را ویران سازد. و بترس از او که حکومتی را برباد داده بار دیگر بر پریشانی حکومت دیگر میان بسته است. ای مالک، اینان از پستان ستم شیر خورده‌اند و جرثومه‌های بیداد و ظلم در ذات وجودشان خانه کرده و ریشه دوانده است. اینان برادران شقاوت و بیرحمی هستند. مپندار که در نکبت و دو روزه خوی جبلی را از نهاد خود بزدایند. تو می توانی در میان خردمندان قوم وزیرانی کارآزموده و لایق انتخاب کنی که دامنشان از خون شهیدان بیگناه پاک است و دست پرهیزگار و نجیبشان به مال مستمندان دراز نشده. همین افراد با تقوا و خیراندیش به گاه مشورت از بیدادگران دوره پیشین شایسته تر اندیشه می کنند، در حالی که نه خون یتیمان خوردند و نه خونابه از دیده بیوه زنان بیفشاندند. باید وزیران تو از آن کسان تشکیل شوند که نه ستم کرده‌اند و نه ستمگر را به دست و زبان کمک و یاری داده‌اند. آری، اینها همین اصحاب عصمت روح و عفت نفس زیان تو روا ندارند و آزار کس نخواهند. تو را در مسائل کشور بانی نیکو کمک کنند و با تو در همه حال یار و برادر باشند. با تو سهیم و دلسوز شوند و در پنهان با دشمنان تو پیمان الفت و دوستی نبندند. چون بدان رویه که فرمان داده‌ام هیئت وزیران تشکیل شد، در میان وزرا آن کس را از همه محترمتر بدار که در حق گویی از همه بی‌پرواتر و شجاعتر باشد. بر آن وزیر آفرین باد که چون خداوند تاج و تخت را در پرتگاه ظلم بیندازد، خشم شاه اندیشه نکند و فرمان خدا و مصالح عموم را بر تملق و چاپلوسی ترجیح دهد. بی پرده پیش رود و خیره سر آن پرتگاه خطرناک و مهلکی مهیب رهایی بخشد. یعنی از کردار ناشایست کشوردار که با تیره‌بختی کشور و سقوط دولت همراه است مردانه جلوگیری کند. امیدوارم که از این کتاب خوشتون اومده باشه. خیلی طولانی تره این احکام و امیدوارم که روزی این کتاب رو بگیرید و بخونید. من چندین بار قبل از اینکه این کتاب بخونم مروری بر جملات داشتم، ولی چون جملات ترجمه شده عربی هستند و اینکه به خط نستعلیق نوشته شده، ممکنه کمی غلط‌های املایی در خواندن داشته باشم. امیدوارم که به بزرگواری خودتون من رو ببخشید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.